دیدار فلیکس کسیته های فساد دیدی، دخترت فاحشه کردی، بچت به ایمان. چنان حرص و حاریصی دنیا را با او میدهد که اصلا از دنیا سعادت دنیا و آخرت ما و شماست و نجات وطن و جامعه ما. معرکه ارتیس و فساد و شرابخانه و زیناخانه را دوست داشت. مرا نمیبیند، محشری مرا نمیبیند، دیداری مرا نمیبیند. هموطنان عزیز، معنای آیت که ایمان ما و شماست، سعادت دنیا و آخرت ما و شماست و نجات وطن و جامعه ما و شماست. در این آیت خداوند میفرماید که شما یادی مرا چنگ بزنید، فرمانی مرا چنگ بزنید، در شریعت من عمل بکنید، آنگاه شما سعادت نیکبختی میابید. و الا در غیر این هرگز شما بخت سعادت را نمیبینید. حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایند این قوما ضلالا اعرضوا عن الحق، کدام قومی که آنها گمراه شوند، از قرآن رو بگردانند، از عمل قرآن رو بگردانند، از شریعت نبینا محمد صلی الله علیه و سلم رو بگردانند، اگر چندی که در دنیا آنها نهایت دنیا دارند، میلیونیرند، لیکن بدانند که آنها خداوند برای او قومی که عمل به قرآن نکرد، عمل به دین خدا نکرد، عمل به مذهب امام اعظم نکرد، تکبری ورزید، از پی شهوات و از پی لذات دنیا مغرور شد، بدانند که قرآن خدا را تکذیب کرد، خود را و در مرتبه گمراهان حساب کرد. الله تبارک و تعالی او را اگر چند نان دارد، ماشین دارد، دولت دارد، از پی شهوات رفت، خدا در همه دنیا او را خارج میکند. او نیکبختی را نمیبیند، او سعادت نمییابد، آبرو نمییابد، شرف نمییابد. این را باید بدانیم ما و شما. بعضیا گفتن و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا یسلب القناعة حتی لا یشبع. کسی به قرآن ایمان نآورد، به قرآن عمل نکرد، خداوند چنان حرص و حاریصی دنیا را با او میدهد که اصلا از دنیا، از جمع کردن دنیا و از شهوت دنیا او سیر نمی کند، همون حاریصانه منبره می رود. همیتا نیست؟ آیا شما دیده اید دنیا چه خیلی حاضر؟ آنانی که از پی دنیا هن اصلا سیری را نمی بینن، علاوه شهوت طغیان آنها خاموش هم نیست، از همه دنیا به بهره منبرن می روند، لذت حیات را نمی بینن. ببینی را و کلما اعطیت عبد قل ام کسر فلم ینفق الله فیه فلا خیر فیه. کدام کسی را من خداوند بفرماید مال بدهم، خوب بسیار بدهم، کم بدهم، در غیر رضای من آن را انفاق نکند، او هم خیر و برکت عمر را نمیبیند، او را نمیبیند. و کانوا اولی سعة فی الدنیا، زنک معیشه همین است. بعضیا میگویند کدام کسی که از حق رو گردان، از قرآن رو گردان، از عمل قرآن رو گردان، جامعه را فساد کرد، او به جان خود جبر کرد. برای همین میگویند که در روز قیامت و نحشره یوم القیامت اعما، در روز قیامت او را من کور خلق میکنم. خداوند بفرماد در روز قیامت من او را کور خلق میکنم، جنتی مرا نمیبیند، محشری مرا نمیبیند، دیداری مرا نمیبیند.
او دعوا میکند که ربی لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، من در دنیا مرا چشم دادی، من دنیا را میدیدم، چرا امروز مرا کر خلق کردی، این چشمانی مرا گرفتی؟ پروردگار میفرماید که کذالک، حال تو چنین است. برای چی؟ برای که تو در دنیا قرآن مرا دیدی و خود را به کوری انداختی، خود را به کوری انداختی، نظرش نکردی کتاب مرا. از کتاب من ده کتاب افسانه را زیادتر خوندی، از دیدار کتاب من ده دیدار فلیکس کسیته های فساد دیدی، دختر فاحشه کردی، بچه به ایمان کردی. در دنیا چنین اخلاقی بد دیدی. از معرکه مسجد و موعظه قرآن من ده بهتر معرکه ارتیس و فساد و شرابخانه و زیناخانه را دوست داشتی در دنیا. قدی زن و کودکان در فساد رفتی، یک بار برای خدا دکان ترس نکردی، یک جمعه به جمعه، یک جمعه را برای مرتد جمعه بیایی. همیشه نیستند مردم. ببین دنیا چی دنیاست، انسان چی انسان است. میگه من مسلمانم، میگه من مسلمانم. فیقال له لما عرضت عن آیات الله و تناسیتها، شنویدی لیکن خود را به نسیان انداختی، گفتی چون نمیدونم، و حالا که والله میدونستی گفتی که نمیدونم. شنویدی گفتی تا الان خبر ندارم. خود را چنان جاهل و نادان از احکام کتاب او، از ذکر و دعوت او خود را دور داشتی. برای همین میگوید نسیان قرآن کردی. بعضی ها میگویند کدام قاریه که قرآن را محنت بکند، بابا پدرش و مادرش قرآن از یاد بکند، سوره قرآن از یاد بکند، فاما نسیان لفظ القرآن مع ما فما والقیام بمقتضا. قرآن خوندی و چرا در نظرش نگرفتی، تکرارش نکردی، فراموشش کردی. قرآن خوندی و چرا عمل به قرآن نکردی. اینا هم در تحت آیتن. برای همین مردم یظن بعض ابناء هذا العصر انهم وصلوا الى اقصى المدنیه التي تضمن لهم السیادة على العالم اجمع. بعض انسان ها گمان میبرن ما با مدنیت رسیدیم. در زمان دموکرات آزادی ما خیلی به مدنیت رسیدیم، یک خونه های کرسکه کردگی افتیم، این قرار رنگ دیده است، همون رنگ فریبش کرده است. همیتا نیستم امروز کرسکه فریبش کرده است. میگه ما به مدنیت رسیدیم، سیادت بر عالم، از همه عالم پیش رفتیم. خونه ها معشفی بالاش تنکگی آهنی شده است. تحت شعارات الحریه، در تحت شعار آزاد ما که آزاد زندگی داریم و مساوات، برابر حقوق شدیم، هم از زنکا و مردکا. عدالت انسانی قومی، همه قوم و قبیله ما برابر شد. این را حیات میدانن، در حالتی که نمیدانن آیا این حریت و آزادی برای ملت چی نتیجه آورده است. چی نتیجه آورده است؟ فساد بالای فساد، علاوه فساد در لب دریاها، در میان باغها، در کوچه ها و در رستوران ها، زنا و فاحشگی ها، بی‌ادب و بد اخلاقی ها، شرمندگی ها و خودکشی ها و خودسوزی ها. در ببین نتیجهش همیتری است. بس همیتر نیست مسلمان ها. نمیفهمی شما؟ آیا چنین نیست در عالم امروز؟ گمان برن که ما مدنیت یافتیم، ما آزادیم. شکل آزادی
در دین اسلام است، در دین اسلام است. بنابراین از قانون قرآن کدام جامعه و ملت قومی از قانون پاکی و پاکیزگی، عدالت و انصاف رو گرداند، او قوم به غضب خدا مبتلا، شرمنده و رسوا خواهد شد. او قوم پلاو ترا آبروناک نمی کند. هیچ کاغذ بسیار قطعی تو به آبرو نمی رسی، تو سعادت و بخت نمی آوی. میگو اما دین فی نظره مستقیم، گمان میبرن که اسلام در نظر اونا یک کسل ای، چنانچه اتیستای قدیم آنها میگفتن دین افیون ای. کلمه شعاراتشون بود. فإنه لا علاقة له بهذه المدنیة الحاضرة. گمان میبرن که دین اگر مردم در راه راستی تعلقات کتاب الله و سنت رسول الله برون، او به مدنیت حاضره ما یگان علاقه نداره. این کار ما دیگر است، او کار اونا دیگر است. نمیدانند که یا بندگان خدا هن، امتان محمد مصطفی هن، آسمان و زمین از خداست، آب روان از خداست، دریاها از خداست، ما بندگان خدا، جان از خداست. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. الله چیزی بخواه حکم میکنه. میخواه باران میتیه، نمیخواه نمیتیه. در یک زمان اگر ما فساد کنیم، غضب خدا بیایه چپش کنه، یگان دولت و حکومت، یگان قانون در درگاه خدا قدری نداره. طرفت العین جهان بر هم زند، کس نمیتاند که اینجا دم زند. در یک مجزدن اگر چپش کنه، کی میتانه که گپ زنه؟ کی میتانه؟ کی میتانه؟ دنیا کیه؟ دنیا تو بنده کیستی؟ تو بخواهی، اگر گفت جمعه گذشته گفتم من شاء فلیؤمن و من شاء